امی ما مسلمان ها غولترین مردم مذهبی دنیا هستیم، به خاطر ازی که هیچ معلومات در قسمت دین خود نداریم. تا بالا نماز بخون خلاص یا روزه بگی خیال ما که اینمی اسلام اینمی است. اما در اسلام دو چیز بسیار مهم است که ما باید بخوانیم. شما در هیچ دین نمی بینین که خداوند بگوید که مرا پیروی کنین و پیغمبر ما پیروی کنین. در این قرآن که شما ایمان دارنده که از الله ما هست، در اینجا گفته میشه که اطیع الله، خداوند پیروی کنین، الله را پیروی کنین، و اطیع الرسول و رسولش پیروی کنین. یعنی خداوند که دمی قرآن میگه که بدترین گناه شرکه، اما خودش در پالوی خود پیغمبر خود میشانه. از یک سو شرک بد میگه، از دیگه سو پیغمبر پالوی خود میشانه. اطیع الله و اطیع الرسول، هر دوش پیروی کنین. خدا را چطور پیروی میتونین؟ قرآن را باید بخوانین، از روی ازی پیروی کنین. و اطیع الرسول چطور میتونین؟ پیغمبر چطور میتونین پیروی کنین؟ اینی کتاب سعی کنین، صحیح بخاری، اینی گفته های رسول است. او گفته های الله کعبه است، این گفته های رسول الله کعبه است. اینال شما هر دوی زیر باید بخوانین و تا مقایسوی را بتانین بفهمین. یک قسمت از این باید در کلیتان باشه که در اون صورت وقتی که شما میگین ما مسلمان هستم الحمدلله، یک دلیل داشته باشین برای مسلمان بودنتان. امیال 99.9% مسلمان ها بخصوص در افغانستان هیچ گونه معلومات در قسمت دین خود ندارن. الحمدلله قل والله خلاص. بیاین که امروز اطیع الرسول کنیم. شما خودتان خانم میخوانین، بیاین که ما براتان بخوانم، امیرم ما براتان بخوانم یک آن تا شای کل از این رقم من نمیتونم که ببینید که امیر رسول خدا چی رقم یک آدم بوده، چی میکده. شما مثلا ریش میمانین بروتتان کل میکنین، یا نه چی که سنت رسول الله است، رسول الله بروت خدا کل میکرد ریش میماند. ما هم رقمش خیلی که رقمش هستی سایکو بیا که ببینیم که رسول الله چی میکرده. عایشه فرموده آن حضرت سر خود را از مسجد به سوی من که در حجره خود بودم جلو می آورد، در حالی که معتکف بود، و من سرش را می شستم در حالی که حایض بودم. جالبه ای. حیض یکی از حالتهای ماهوار زنا است که در قرآن هم خداوند کعبه میگه که حیض یک حالت ناگوار است، ناخوشایند است برای زن. میگه وقتی که زنا در حیض هستن با اونا هم خوابگی نکنین، یا آیت قرآن با اونا هم خوابگی نکنین تا زمانی که پاک نشدن. بعد از اینکه پاک شدن از جایی که به شما گفته شده، نه از طریق که به شما اجازه نیست. یعنی به این معنی بهتر و واضح تر بگیم، یعنی لواطت نمیتونین و از پیشروی میتونین که شما این کار کنین. خب یعنی به این معنی که در حالت حیض توی کار کردن نمیتونی. آیا مگر این ممکن است برای مرد و زن که در حالت حیض با هم دیگه هم خوابگی نکنن؟ در حالت عادی یک مرد یک زن داره و خواسته های جنسی دارن، بخصوص وقتی که جوان هستی اگر زن در حیض هم باشه یک رقم خدا گرفته نمیتونی. ولی آیا رسول الله چی میکرده؟ رسول الله خب بسیار زن داشته، کنیز هم داشته. آیا او چی میکرده؟ و بخصوص که قرآن بر از اون مستقیم آمده، جبرائیل برش گفت
آمده و خودش گفته که ارا این حیض حالت ناگوار است، در حالت حیض با زنانتان یک جای نشوین. این آیت قرآن است که مستقیم برای خود محمد آمده. این حال آیا محمد وقتی که یک زن در حالت حیض می بود چی می کرده؟ خب این حدیث را که من پیشتر خواندم که حدیث 300 ببخشید، این حدیث 301 از عایشه بود که میگه آن حضرت سر خود را از مسجد به سوی من که در حجره خود بودم جلو می آورد. این را سعی کنین. در حالی که معتکف بود و من سرش را می شستم در حالی که حایض بودم. میگه من حیض در دوره حیضم بود، اما محمد سر خود از مسجد با اتو تیله میکرد، پیش می آورد طرف حجره ما. خودم این خانه محمد مسجد بود، دیگه جای نبود مسجد، دموجه نماز می خواندن. از اتاقک خود میگه من در اتاقک خود می بودم، محمد سر خود تا پیش می آورد در اتاقک من، باز من سرش می شستم در حالی که من دوره ماهوار من بود. خب خیره دیگه، سرش میشتی دوره ماهوار تان بود. 302 امی حدیث 302 صفحه 155 از عبدالرحمن ابن اسود از پدر وی روایت است که عایشه گفت آنگاه که یکی از ما حایض می بود و رسول خدا می خواست با وی در یک جامه شود، او را می فرمود که در شدت خونریزی حیض ازار بپوشد و سپس با او در یک جامه می خوابید. میگه وقتی که یکی از زنای محمد دوره حیضش می بود، باز بر زن خود میگفت که اون وقتهایی که شدت خونریزی حیضت است تنبان بپوش، ازار بپوش، ازار تنبان هم میگفت که تنبان تا بپوش. باز بعد از او امرایش در یک بستر میخوابید. یعنی به این معنا که یک آدمی که بسیار پاک است و نمازخوانه است، او نمیخواهد که زن خود در یک بستر در حالی که زنش در حیض است بخوابه. حال خود سیستمای بهتر پیدا شده که یک زن در دوره حیض شام میتونه که شوهر خود بخوابه بدونه که بستر چتر شوه یک چیزه. اما 12 13 14 سال پیش تا نبود. زنا به ندرت یک تنبان داشتن، چی رسه به ای که تکه های زیاد یا سیستم های داشته باشه که خون حیض تیت نشوه. بناهن در اون زمان وقتی که یک نفر که زن خود خواب میشد حتمی چتل میشد. یعنی محمد باک نداشت که چتل شوه. دیگه ای که محمد در امو زمان حیضم آیا همخوابگی میکرد که زنای خود یا نمیکرد، این مهمه. یعنی او را میگفت که در دوره که شدت خونریزی داری تنبان تا بپوش. باز بعد از او کتش یک جای خواب میشد، اتنا نبود که باید نکت ما خواب نشد، خواب میشد. خب کالایش هم چتل میشد. و دیگه ای که میگفت تنبان بپوش. چرا میگفت تنبان بپوش؟ آیا به خاطر ازی بود که کدام طریق محمد میخواست هنوز هم امراه از این معاشقه کنه یا نه؟ یا میگفت نه دوره حیض خدا گفته که این کار نکنین، ما که پیغمبرش هستم، ما خواهی هیچ نمیکنم این کاره. سعی کنین. حدیث 303 از میمونه روایت است ارگاه رسول الله میخواست با یکی از زنان خویش که حایض بود، یعنی در دوره حیضش بود، اما غوشی کند، او را میفرمود که ازار بپوشد. سفیان نیز آن را روایت کرده است. رسول الله وقتی که میگه میخواست، میمونه روایت میکنه که رسول الله وقتی که میخواست با یک زن خود اماغوشی کنه، عشق کنه، محبت کنه، سکس کنه، در هنگامی که او دوره حیضش بود، بازو را میگفت ازار بپوش. یعنی به این معنا که سرتنبانی میکرد. رسول خدا سرتنبانی میکرد. ای که از کدام طریق اوش هم نمیفهم، شاید پشت یا پیشوری، مگر سرتنبانی میکرد. امی که میگفت ازارت بپوش یعنی که شدت خونریزی کمتر شود برای رسول خدا. اما رسول خدا که جبرائیل آیات قرآن مستقیم به خود از این می آورد و در همیجا گفته شده، باشین که من می آیات هم بکشم.
آیه 222 سوره بقره، یعنی سوره دوم سوره بقره است. آیه 222 ببینید خداوند میگه به صراحت که با زنان در حال حیض همخوابگی نکنین تا زمانی که پاک نشدن، بعد از اینکه پاک شدن هم از طریقی که به شما اجازه داده شده، نه از طریق دیگه، یعنی لواطت نه. اما لواطت در جهان اسلام وجود داره. ای که آیا محمد این کار میکرده یا نه را نمیفهم. اما امی که بر زن خود که در حال حیض بود، این میگفت تنبانت بپوش باز بیاد پالیم. یعنی ظاهرا ما فکر میکنیم که محمد با زنی که در حال حیض بود ایج در یک بستر نمیخوابید، چرا که نماز میخواند. خب کالاهایش شتل میشد، یا شب است، خب انسان استی یک حالت شوانی در سرش میامد، در جان از او میشقید یا یک چیز میشد. خب نمو محمد هم یک انسان بود. اینال محمد کت زنی که در حال حیض بود هم خوابگی میکرد. اما اینی گپ را که میمونه میزنه، یعنی در یک بستر خو میخوابید. اما حدیث 303 از میمونه میگه که وقتی که با ما همخوابی میکرد، عشق میکرد، در حالتی که ما حیض می بودیم، باز میگفت که ازارت بپوش، یعنی تنبانت بپوش، پشت تنبانی میکرد. یعنی به چی مانا؟ از این چی می آموزیم؟ این مهم نیست که محمد هم یک انسان بود، یک شهوت داشت که زن خود همخوابگی میکرد. این مهم نیست. گپ سر از است که آیا محمد به قرآن ایمان داشت یا نداشت؟ قرآن برش به صراحت میگه در سوره بقره آیت 222 که با زن در حال حیض همخوابگی نکو. اما محمد یک جای می بود که زنای خود که در حال حیض بود تنامقه میگه فیزاره که بپوش، ازار یعنی تنبان. و دیگه باز میمونه میگه وقتی که ما در حیض می بودیم محمد که ما همخوابگی میکرد، میگفت که ازارت بپوش، مانای چیز که سرتنبانی میکرد کاکا. اینی نشان میده که محمد اونطوره که ما فکر میکنیم که با قرآن ایمان داشت و باور داشت و عمل میکرد، نداشت. سعی کنین ما حدیث 298 میخوانم که البته صفحه کتاب است 154. از ام سلمه روایت است، یا زن دیگه پیغمبر است، کلش یا زنای پیغمبر است. هنگامی که با پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم در زیر چادر دراز کشیده بودم، ناگهان حیض شدم. میگه امرای محمد در زیر یک بستر چادر خواب بودم، در یک بستر که حیضم آمد. من خود را از زیر چادر بیرون آوردم، در زیر چادر خود پس کردم که باش محمد ناپاک نشه و جامعه های حیض خود را برداشتم و چیزای حیض که شده بود برداشتم. آن حضرت فرمود آیا نفاس شدی؟ یعنی حیض شدی؟ محمد گفت او حیض شدی؟ گفتم آره. آن حضرت مرا واپس خواست و با وی در زیر چادر دراز کشیدم. مرا گفت خیره بیا، همیشه قراره که در پالی ما خو شد. معنیش است که محمد در حالت حیض زن خود الا کردن نمیتونست، همراهش همخوابگی میکرد. خب این دیگه حدیث 297. از عایشه روایت است که پیامبر در آغوش من تکیه میکرد در حالی که من حایض بودم و سپس قرآن میخواند. عایشه میگه ما دوره حیضم بود، محمد قرار سر خود در سر پایکای من میماند ترکایی و قرار قرآن میخواند. یعنی نه بوی اذیت میکردش، نه حالت حیض زن، و در امو حالت که تکیه کرده بود قرآن هم میخواند. از این حدیث 299 از عایشه روایت است که گفت من و پیامبر که هر دو جنوب بودیم از یک ظرف آب غسل میکردیم. میگردیم ما جنوب بودیم، شاوکار کرده بودن کدام چیزه، باز میگه از یک ظرف هر دوی ما جان خودم میشریم. خویی کدام گپ مهم نیست. عایشه میگه آن حضرت مرا میفرمود که ازار بپوشم و با من هم آغوشی میکرد.
در حالی که من حایز بودم. این سعی کنین این حدیث 300 این دی نشان میده که محمد سرتنبانی میکرده. میگه آن حضرت ایرا عایشه میگه آن حضرت میفرمود که ازار بپوشم و با من اماغوشی میکرد وقتی که در حال حیض بودم. میگه وقتی که من در حیض بودم محمد میگفت تنبان تا بپوش، باز از سر تنبان که ما اماغوشی میکرد. اماغوشی یعنی رابطه جنسی برقرار میکرد. یعنی محمد در حال حیض هم زنای خود اعلان نمیکرد، در حال حیض هم امرایشان اماغوشی میکرد، برعکس او چیزی که قرآن برش گفته بود. یعنی اگه یک نفر در دنیا به قرآن ایمان می داشت او محمد بود، اما خود محمد به قرآن که خودش ادعا میکرد که جبرئیل آورده ایمان نداشت. چرا؟ در قرآن به صراحت در سوره بقره آیت 222 میگه که با زنان در حال حیض اماغوشی نکنین تا که به کلی پاک نشدن. محمد هم خواه میشد کدشان هم سر زانویشان قرآن میخواند، هم زن میخیست که ما چتل هستم. نه بیا خیره هزار تا بپوش، از پشت هزار باز رابطه جنسی برقرار میکرد. یعنی از این چی می آموزیم؟ از این می آموزیم که محمد به قرآن خود کدام باور نداشت، به قرآن خود عمل نمی کرد و خود بالاتر از قرآن قرار میداد. این حال شما سعی کنین که امی اطیع الله که بود و اطیع الرسول، آیا ما میتونیم که رسول پیروی کنیم در حالی که خود رسول پیروی نمیکرد قرآن؟ رسول قرآن پیروی نمیکرد. در این حالت آیا خود رسول پیروی کنیم یا نه؟ یعنی خدا میگه به صراحت که با زن در حال حیض یک جای نشین. زنای محمد میگه که ما یک جای میشد و تنها وقتی که به شدت خونریزی داشتیم قرار گفتیم میمونه میگه هزار تا بپوش، سرتنبانی میکرد. معنایش است که در حالتی که شدت حیض نبود حالت عادی هم سکشوالیتی میداشت. اینی مرا در این فکر میسازه مندازه که محمد معتقد قرآن نبوده. چرا نبوده؟ به خاطر که در دل خود میفهمید که گپای خدا نیست. خواهی را ما دیروز خودم جور کردم برشان. از امو خاطر بود که آیت های قرآن مثلا میگایت آورده بود، پس آن میگفت او فسخ شد، منسوخ شد. چرا منسوخ شد؟ خدا آیت را این میکنه باز منسوخ میسازش، یعنی از بین میبرش. ای خداوندی خدا را زیر سوال میبره. ما در قرآن داریم که آیات منسوخ عبارت از آیات است که خدا گفته باز پس گفته نه گمش کن، امی آیت چندان آیت نبوده میره نکنین. شما ملایتان بگوین که آیات منسوخ چیز برتان میگه. اینی دلیل است که قرآن و اصالت قرآن زیر سوال میره و به همین خاطر که مسلمان نمیخوانه، چون که اینی میره که بخوانه گنس گل میشه. مثل من نیست مسلمان ها که خوب صحیح بخوانه که یاد بگیره بفهمه که چی گپه. اگه اینمی کتاب ها را شما بخوانین یک دفعه دو دفعه 99% همین 90% تان از اسلام بیرون میشن دیگه، میگن نه والا غلطه، به خاطر که اونم قدر غلطه. این را برای اطلاع شما یک چندان حدیث خانم داینده هم میخوانم. معلوم دار شما قار میشین، دو میزنین و مشکل شماست. متاسفانه شما را همه تو پروردن کتی دین که هر چیزی غیر از سبحان الله برتان که از گفت دو بزنین و او مسئله شماست، دو بزنین. اما اگر راستی خدای باشه و در دنیا پیش دروازه دوزخ شما را استاد کنه و کتسلی در رویتان ده کمی شفیع عیار خب برتان خواند میاره. اگر خودت بی سواد بودی نمیفهمیدی شفیع عیار خواند، امی قرآن برات خواند، چرا تو نمیره در کلیت نگرفتی؟ چرا تو تا آخر هم غول بودی، مشرک بودی؟ راستی شما فکر میکنین که در زیر مو خانگاه کسی ها خدا شیشته امون را پرسانت کنه چی میگی؟ امی تو آجی صاحب امی تو پرسان کنه که آمدی در زیر مو خانگاه کسی ها تو لوده فکر کردی که ما اموجه در زیر خانگاه کسی هستم؟
تو خودت آمدی در هتل‌های لکس و فکر کردی که من در خانگاه سیاه قید هستم. چی میگی امور حاجی صاحب؟ جز ازی که بوی خدا صاحب نمیفهمیده ما را بازی داده بودن. همونجا براتان میگه که شفیعیار نامد، امی شما را نگفت اول مردم لوده که نمی کتابا غلطه، نگفته تانه. شما چی کردین؟ برعکس قار شدین، ناقی دو زدین، دشنام دادین. چرا گوش نکردین؟ خب خیره دیگه، این مشکل شما و الله کعبه شما می باشد او دنیا. تا برنامه آینده شما را به خداوند کائنات مسپارم.